من یک جمله از مرحوم قبله‌گاه هم رحمت الله علیه بگویم. بعد استقلالیت وقتی که حج رفتند و آمدند و کشورم آرام شد، در یک صحبت می گفت که مسلمان اگر خودش رو از پایش آویزان کند شکر بگوید کم است. چرا که اونا رژیم سختی پیش از شوروی و حالت شوروی و انقلاب سرخ و جنگ شهروندی و بعدی جنگ، این همه حالت رو دیدن و اونا تحلیل داشتن. اونا همه نعمت رو فکر میکردن. برای میگفتن که اگر سرکلفو کنی خود و شکر بگویم کم است. که مسجد ها شده همه میروند نماز میخوند، برادری و اخوت و دوستی هست، کسی امکانیت دارد حج میرود، کسی امکانیت دارد زکات میدهد و دینداری و دین و آیین همه آزاد است. باید مسلمان یعنی خوب وسیع فکر کند، دور فکر کند. مهم اساس بینندگان عزیز گرامی، اگر میخواهید که حلاوت و راحت و لذت نعمت رو درک کنید، شکر اون نعمت بگویید. حتی شکر اون نعمت نگویید مثل اینکه اون نعمت ندارید. اونو خونه و در خونه دارید، هر وقت که خونه در اومدید بگید الحمدلله که خونه دارم. بسیار انسان ها هست اجاره نشین، سرگردان، آواره، در بدر خونه ندارم. سلامتی دارید الحمدلله که پای روان و سالم هستم. در نتیجه شما حس میکنید که نعمت رو دارید و این نعمتتون با برکت میشد. حالا وحدت ملی، هر وقت مردم تاجیکستان چی سالخورده چی نوجوان همه باید شکر بگوید. اکثریت ما و شما هم اکثریت جنگ شهروندی و جنگ برادرکشی رو دیدیم. آتش زدن خانه ها و آتش زدن آدم ها و دیگر این همه بدبختی ها رو دیدیم. هیچ وقت باید مسلمان نه گذشته‌اش را فراموش کند و نه تاریخش را فراموش کند. باید همیشه خصوصا مردم مسلمان تاجیک باید دایم تاریخ گذشته‌اش را بیاموزد و آینده‌اش را بسازد. من در چندین صحبت‌ها گفته بودم چرا ما زیاده از 1000 سال ما دولتی مستقل نداشتیم. آواره سرگردان همون علما و دانشمندا و اونایی که در سطح بین المللی ایجاد کردن برای بشریت انسانیت کار کردن، اون زمانه اسماعیل سامانی بود. اونا از عالم و از علم و از دانشمند و از متخصص و قطع نظر از کدام متخصصی که نباشد حمایه میکردن، کفیل بدن، تأمین میکردن، شرایط مهیا میکردن، لابراتوری یا بگیم که کارخانه میساختن، سنجشگاه، تشخیصگاه میساختن. یعنی عالم رو دستگیری میکردن، اون عالم تمام امکانیت و قابلیت و مهارتش رو و مردم و به بشریت پیشکش کردن. برای همین مردم تاجیک باید خیلی شور و زیرک و دورندیش و خیرخواه باید باشد. همین چند صد سالی که ما حکومتی مستقل نداشتیم، برای چی نداشتیم؟ نه اینکه فقط مردم تاجیک، دیگر قومیت و ملت ها گروه های تندرو رو به طور سنئی ایجاد میکنن، تشکیل میکنن. در نتیجه نزاع و نفاق و اختلاف و دیگر نه پیشروی است، نه منطقه رو یا اون کشور اون دولت رو با یک خرابزار به خون خاک میکشن. از کجا بعد دیگر بعد اون ملت یا اون دولت یا اون منطقه یا که اون کشور باید پیشروی کند و استقرار داشته باشد و وحدت داشته باشد و دیگر هستن بعضی انسانی که همیشه ولوله میکنن. گفتی مقال مردم که از زیر ناخن چرک میکوبن.
همون چند صد سالی که حکومت نداشتیم همین بود. یا حکومت اسماعیل سومانی رو شما خوب میدونید که نبیرهای اسماعیل سومانی رحمت الله علیه امیر عادل در جهان اسلام، در عالم اسلام همچنین یک امیر عادل شناخته شده بود. چرا حکومت اون برهم خورد؟ برای یعنی حکومت گرفتن با راه غرضناک، با راه آسوده، با راه علمی و منطقی و واقعی نه، با راه غرض و عداوت و دشمناگری حکومت پاشیدن، همه از دست رفت. بعد اون یک منطقه‌ای که کمی بخت می آمد یا یک شخصی که قابلیت دارد، نیت نیک دارد، مهارت دارد، فراست دارد، خیرخواه هست، عقل دارد، علم دارد، میخواهد آباد کند، یک نفر دیگر رو برای شکستن او آماده میکردن، او رو شکست میدادن. همین چند صد سال همین گونه یعنی تاجیک‌ها آواره و سرگردان بودن. برای همین مردم تاجیک، مردم مسلمانی تاجیک، هر جایی که هستند، داخل کشور، خارج کشور، همه باید متحد باشند. همه باید یعنی مؤمن برادر مؤمن قبل از همه با دیگر مسلمان ها، خصوصا با مسلمان برادر تاجیکش دستگیری کنند، یکدیگر رو حمایت کنند، یکدیگر رو کمک کنند. رو بدبختانه گاه میشنویم که در خارج کشور بعضی از مهاجران تاجیکستانی یا تاجیک بین خود نزاع و نفاق و عداوت و دشمناگری و دیگر. این چی مسلمانی است؟ این چی تاجیکی است؟ کجا هست همون ننگ و ناموس و آر تاجیکی و مسلمانی؟ مسلمان با ننگ است، مسلمان با آر و ناموس است. یکی آر و ناموس داشتن از نشانه های دینداری و ایمانداری مسلمان هست. با مؤمن مسلمانی تاجیک وقتی که معامله نیک نمیکنی، با اون مؤمن و مسلمانی تاجیک کی معامله نیک میکند؟